سلام علیکم، نام من فرقت از تلویزیون سفینه خودتون معرفی میکنید. نام من جانی بیک، من از کالیفرنیا. اینجا دوشنبه вже هفتم سال زندگی هستم. هفتم سال. این رفیقانتون؟ نام من جلال. جلال. من از شتات مینسوتا، جای خنک. باز جای خنک آمدید؟ شما؟ نام من جمشید. جمشید. از کالرادو. شتات کالرادو. کم بهتر از شتات کالیفرنیا نام میشود. خوب. جمشید. بچه‌ش شما چی شد؟ چی شد؟ دینای. با کاتی باتود کم پریدو. افسیده. یک دختر وای 6 ساله وای ما رو زد. سخت زد. این حیاته. تاجیکی را چه خیلی آموختید شما؟ از مردم صحبت کرده. کیسا خود کار میکنم برای همین. وای بسیار بالاکو. بسیار بالا. خب شما میگفتید که تاجیکستان چه خیلی تاجیکستان را قبول کردید؟ آقای با شما پسند اومد؟ تاجیکستان بهترین جای. چیزاش پسند اومد در شما؟ خیلی همون سفید داره خوب است. دوشنبه شهری بهترین آدمو میخوان دوستان ما را بیشتر از قبول کردگیان. مناسبتی خوب دارن بهترین. چه خاطره‌های جالب دارید از دوشنبه؟ از تاجیکستان. باز کدام منطقه‌های تاجیکستان رفتید؟ وای همه جا کلوب رفتگیم. کجا جیگاری کلوبی رفتی؟ جیگارش. بعد خیلی رامی بسیار میرم اونجا کار میکنم. نامی من با زبان انگلیسی جانی. بعد من گفتن جانی بیک هستم. من گفتم خیلی اینو چه هسته جانی بیک. نام شما چی بود؟ جیمز. میسی جیمز بود. برای جمشید موندن نام شما را. از شما را؟ خارجی آدمای تاجیکستان تز فراموش میکنن. بله. به همین خاطر تصمیم گرفتید که نام‌های تاجیکی بگویید. پسند است این نام برای شما؟ جانی بیک نیست. تشکر زیاد خوش آمدید به تاجیکستان.